بچه چجوری کیو فینیشر گرفت؟ من الان فینیشر گرفت فیل کرد. مگه میشه؟ اینا کجا زد؟ چجوری زدی؟ چیتره این دیگه. خدای چیتره. این چیه؟ این چیت خریده اومده واسه من شاپال میاره. گفتم نوب سگ اول نکن. قشنگ دارم آجی ویدیوشو رکورد میکنه. نری دنبال من استریم همه مود بیاین از بی برین همه کنار هم بیایید برین حتی شهر حواسش پرد شد زدیمش. نمیشه از پشت دیوار داره میزنه. وال هک داره قشنگ معلومه. من نمیدونم الان من بین چیت و والون گیر کردم. چه جوری فینیشرش گرفت حاجی؟ اون چیت خالصه. حاجی من دارم فیلم میگیرم چیتره. من فیلم میگیرم داداش من الان بچه یه جا برین که اصلا والبنگ نمیشه. از پشت دیوار نمیشه زد. من الان پخش زنده بیاین همه بیاین. چجوری چی؟ چی شما بودن؟ نه من اصلا میگم چه چیتی زده این. من پیش شما بابا چیتره دیگه چیتی زده. چیتر دلغک. بچه من به این الان چی بگم؟ ویدیو یوتیوب. آقا تو الان چیتری یوتیوب حمایتت میکنه. بابا من از کجا زد؟ چی جوری فینیشر میگیره؟ من نمیدونم. مگه میشه؟ قشنگ معلومه چیتره. الا کن گوشی آدم یه لگ میشه میدونی؟ چیتره به خاطر همین گفت کیلا رو بذارم تا 6. آقا همه بریم بیر. هر کی نیاد بیر خره. نه همه بیاین تو این کانکسه کم کنیم. همه بیاین اینجا. آره بریم تو کانکسه. من دیدمش. به این نواسته زدمش. زدی چیتره؟ این که چیتره. بچه ها رو از پشت دیوار زد کلشونو. بهت بگم بچه آن باید کمپ کنیم ما رو نبینه. این که ما کمپ کنیم نمیتونه ما رو بزنه. نه ما رو میتونه ببینه. منو داره از پشت دیوار میزنه. آها فهمیدم الان چه چیتی خریده. چیت وال ما بریم تو دیوار. انگار دیوار نیست. پشت دیوار میزنه. نگاه با 2 تا تیرم آدمو میکشه. بین یه اومد فینیشش کرد. مگه میشه؟ آخرش هم میگه من چیترم. معلومه چیتر. فکر کنم تو بطل پس بگین چون یه بار زدیش. اگه من یه بار میزدمشم بطل پس نمیخواستم. یا میبسک دفت